مردم میگن چرا یه مدت با جمهوری اسلامی بودی بعد دیگه الان نیستی و رفتی خارج از کشور. خب من یه مدت با جمهوری اسلامی بودم، دیدم به هیچ جا نرسیدم و هیچ چیزی تغییر نکرد و اون چیزی که فکر میکردم نیست. چی رو تغییر بدی با اون بودن باهاشون؟ چه نیتی داشتی؟ چه هدفی داشتی؟ نیتم این بود همین که با تتو دوست داره، گوشواره دوست داره، هر جوری دوست داره لباس بپوشه، هر چیزی، هر کی هر سلیقه‌ای داره قابل احترامه و این هیچ ربطی به دین و مذهب ما نداره. ولی بازم به من اجازه کار داده نشد. آخه اجازه کاری که من بگیرم باعث اجازه کار خیلیا بود دیگه. از من که خط خطی تر و گوشواره تر و ممیزی تر وجود نداره. بیشتر این سازش تو فداکاریت بوده برای رسیدن یک نسلی به چرا نیفتاد به نظرت؟ همون قضیه بسوز تا بقیه روشنشن بود. و یا نه من اگر میخواستم اجازه کار بگیرم لازم نبود برم اینجا خالکوبی کنم، اینجا رو میبستم.